سلام، هومن خانیپور هستم، یک همجنسگرای ایرانی از تورنتوی کانادا. خیلی احساس خوب و خوشایندیه که به علاوه همه اعتراض هایی که به زیر پا گذاشتن حقوق ما توی ایران میشه، تبریک و تشکری هم داشته باشیم از کسانی که با ما همسرش نیستند اما همگرایی میکنند. خاطر من پر شده از اسم کسانی که در 2 سالی که ایران نیستم به من محبت‌های روحی و روانی و عاطفی گرفته تا حتی محبت‌های مالی کردن که خیلی هاشون رو حتی از نزدیک ندیدم و حتی در دنیای مجازی و اینترنت هم نمیشناسمشون. و این انسان‌های انسان مدار ایرانی بعضیاشون توی ایران هستن و بعضیاشون هم خارج از ایران و اونهایی هم که میشناسم فقط در حد یک پروفایل، یک حالا تو فیسبوک یا توی یه آدرس ایمیل و در همین حد. و این اسباب خوشحالی من از طرفی اسباب ناراحتی که نمیتونم اسم همه رو بیارم، اینقدر زیادن و محبت‌هایی که هر کدوم یک به یک به من کردن رو بازگو بکنم. من بهشون تبریک میگم به خاطر انجام وظیفه انسانی که به عهده همه هست و بعضی‌ها واقعا فراموشش میکنند و بعضی‌ها با نداشتن حتی یک دیپلم ساده هم اون رو بلدن انجام بدن و جای خوشحالی داره که تعداد این آدم‌ها زیاده و هر کدوم از این انسان‌های انسان مدار خودشون صاحب فرزند هستن و طبیعتاً فرزندانشون رو هم طوری بار میارن که در فردا روز که خودشون صاحب فرزند شدند همجنسگرا ستیزی رو از فرهنگ جنسیتی و تفکیک جنسیتی که توی اون جامعه غالب هست پاک کنند و ما هرچه بیشتر و هرچه زودتر به یه فرهنگ انسان مدارانه نزدیکتری برسیم و دست کم اگر جامعه نقصانهایی داره از این جهت اما بتونیم حکومتی داشته باشیم که ماها رو اعدام نکنه.